رانش و ساق پاش که یکم درشت‌تر بود الان این با قشنگه. سلام پیداش خدمت کردیم. دوستان ما یه عزیز. کامیون اونم داداشاش این اومدن دقیقا کامیونش رو اشتناسایی محلیه کردن. که ما جسد رو براش انفجار پیدا کردیم. صورت گرفته و گودالی تقریبا به طول، یعنی عمق 30 تا 40 متر و شعاع 200 متر در واقع اتفاق افتاده که الان بعضا این دوستان آمدن کارشناسی میکنن. ما هم داریم اینجا یک قسمتی داریم فیلم برداری میکنیم که بفرستیم برای شماها عزیزان. این هم سوله‌ای بوده که در واقع شما از توی تلویزیون مشاهده میکردید. الان دقیقا همیت اصلا چیزی به عنوان یعنی شرکت یا محوطه سازی هیچ اصلا خرابه به تمام معنی در واقع. اینجا چند تا از ماشینای یکی از رفیقای همکارم از اصفهان بودن که الان آثاری از ماشین نیست. زنگ زده ما آمدیم اینجا ببینیم آثاری از ماشینش هست که اصلا کلا یه تپه از ضایعات شده در واقع.